اگه برای عید میخوای بری قشم، طبق این برنامه‌ای که من بهت میدم برو تا حسابی بهت خوش بگذره. روز اول رو برو جزیره هرمز. پیشنهاد میکنم صبح زود بری، چون اونجا یه عالم جاذبه گردشگری هست که یکی از یکی قشنگ‌تره. برای همین باید حسابی وقت داشته باشی که همش رو ببینی. روز دوم رو برو جزیره هنگام. با این قایق‌ها شما رو میبرن به جایی که دلفین‌ها هستن. یادت باشه که اگه قبل از ساعت 9 صبح بتونی خودتو به اونجا برسونی، شانست برای دیدن دلفین‌ها بیشتره، چون دلفین‌ها توی هوای خنک میان. روز سوم از صبح تا ظهر برو ساحل ناز که موقع پایین بودن آب میتونی بری جزیره ناز رو ببینی و کلی تفریحات آبی و هوایی داره که میتونی استفاده کنی. بعد از ناهارم برو جنگل حرا که خیلی قشنگه و یه عالم عکسای قشنگ بگیر. روز چهارم از صبح تا ظهر برو دره ستارگان که خیلی عجیبه و بعضی میگن ستاره ها اینجا رو ساختن. و بعد از ظهرش هم برو درگهان و سیتی سنتر. توی کپشن چند تا رستوران دریایی و ساحل خوشگل بهت معرفی کردم.